سلام سلام سلام، خوبید؟ خوشید؟ جون فدامدا. آقا مؤدب باش. بابا چیزی نگفتم که، مگه بده این حرف؟ بابا باشه نمیگه. خب دوستان، ال کلاسیکو رو که دیدین، آقا عجب بازی بود. زنده بود یا مثل مناظره ها مرده بود بعد زنده شد؟ ولی خب ما که خیلی خوشمون اومد، هی چشم مینداختیم منتظر بودیم آیت الله رئیسی بیاد یه عکسی با مسی، رونالدو، کسی بگیره، ولی خب مثل که ظاهرا تو استادیوم راش ندادن. با این همه برای ما حرف در نیارین. ما نه بارسایی هستیم نه رئالی. ما طرفدار تیم ایران هستیم که قرار بازیکناش با تحریم انتخابات گل اصلی رو وارد دروازه ولایت بکنن و هممونو ببرن صدر جدول. ایران. آقا امشب ما مهمون داریم. آقا مسعود گل، مجری برنامه پیک شادی تشریف آوردن تا به یک سوال کلیدی ما پاسخ بدن. آقای مسعود خان، تو مملکتی که ولی فقیه داره رئیس جمهور سنگیریشمند، یعنی وات ده هل، یعنی ماذا یفعل؟ سلام خدمت شما. من میدونم وقت خودتون به تبع وقت شنوندگانتون تنگه، ولی یه چند ثانیه فرصت بدین یه سلام علیک درستابی بکنم. مخلص همه شنوندگان عزیزم هستیم. امیدوارم که همیشه لبشون خندون و دلشون شاد باشه. اما در مورد نکته‌ای که گفتین، والا این رئیس جمهور تو نظام ولایت فقیه به قول خود شما سایبریا یه باگه. یعنی اوایل انقلاب یه خود تحت فشار و عجله کاری به قول خودشون، یا در واقع به خاطر شرایطی که بود، الله بختکی وارد به نظام مقدسشون شد. حالا اینکه چرا برطرف نشده این باگ، فکر کنم به خاطر اون پیشوند جمهوریه که این سیریش از اول انقلاب چسبیده به این نظام مقدسشون. یعنی میخواستن یه طوری بیان عهد بوقلیشا رو قاطی بکنن با قوانین کشورهای دموکراتیک. نتیجه شد این شترگاو پلنگی که دیگه از دلش خرمگس معرکه‌ای به نام رئیس جمهور افتاد وسط دامن مقام عظماشون. این دفعه هم نگاه بکنیم با رد صلاحیت احمدی نژاد قشنگ معلوم شد که هر کس حتی تو صندوق انتخابات این نظام اسمش در بیاد بازم تو زرده. کلکسیونشون دیگه کامل شد، یا در حصر، یا ممنوع تصویره، یا اصلا فاقد صلاحیته. حالا شما به انتخابای خاص الخاص مقام عظماشون نگاه بکنین، اونا که دیگه خودش انتخاب میکنه، نمیدونم امام جمعه و اینا، همه مادام العمرن، مولا درزشون نمیره، گل و گلاب. راست میگه هر بدن تو خوبی، تنها دلیل پیشرفتم تو بودی، ولی همیشه فکر غیر و فر بودی، این ما بودیم که عمر خر بودیم. با توجه به این فرمایشات آقای مسعود خان باید گفت که اصلا ریاست جمهوری یعنی چی؟ هر قطبی رو بخوایم در برابر مقام عظما علم کنیم مملکت قطبی میشه. چقدر عظما باید بگه که قطبی شدن کشور خوب نیست و ضرر داره؟ بابا بذاریم کشور رو با همون یه قطب ارواحنا فدا اداره کنه دیگه. این باید تحقق پیدا کنه. این اونجایی است که من در امر انتخابات دخالت میکنم و میایستم در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات. شله 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 شله. دکتر روحانی تنها رئیس جمهور رد صلاحیت شده نظام راه افتاده تو کوچه و خیابون داد میزنه که افتتاح میکنیم، اجرا میکنیم، اشتغال ایجاد میکنیم، نون خوش میخریم، آب و حوض خالی میکنیم. بوده بیا انتخابات دیگه، بازار خالی بندی داغه و اینا هم بدون واشر میبندن. هنوز پروژه تموم نشده میاد افتتاحش میکنه، یا میره بیمارستان مریض و بچه رو میبره بالا که اینا رو خوب کردیم و درمان کردیم. یکی نیست بگه کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. بعد میگه برای کارگرها اشتغال ایجاد کردیم، که احتمالاً منظورش کارگرای چینیه که براشون ایجاد اشتغال کرده. شاید هم کارگرای پژو و سیتروئن و ایرباس رو داره میگه. بابا این چه قمپوز در کردنی آخه؟ این همه بحران. به هر حال من کلمه بحران رو به هیچ عنوان قبول ندارم. هیچ بحرانی وجود نداره. با ایمان نجنگ، فرار کن فرار از مردم دو رنگ، فرار کن فرار. آقا این رئیسی همونطور که با یک کامیون خبرنگار رفت برای ثبت نام، دیروز با یک کامیون کامنت گذار بسیجی اومده بود تو اینستاگرام سخنرانی لایو گذاشته بود. اونا هم هی براش لاو میترکوندن.
کلن بازار مالکشا و بادمجون دور قابچینا و فتوشاپ کارا و نویزگیرا داغه. هی باید برن عکسای این جنایتکارا رو با افکت و روتوش تبدیل به سیندرلا بکنن. حجت الاسلام صدیقی معروف به آبقوره‌گیر عمامه‌دار ضمن ابراز بی‌طرفی جناحی اظهار لحیه فرمودند که مردم شخص هیئتی و امام رضا پسند رو انتخاب کنند. آقا هیچکی نفهمید کی رو میگه. واقعا کی میتونه باشه؟ کاش بیشتر راهنمایی میکرد. خیلی پیچیده گفته. من که اصلا خودم متوجه نشدم منظورش کی بوده. همون که زرده، درازه، موزه. اساساً اگر خواستین زیرا به کسی رو بزنین بگین کاظم صدیقی براش تبلیغ کنه. اون کیه 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 اون کیه 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 اون کیه 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 اون کیه 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 اون کیه کیه. تا جایی که ما میدونیم و بلدیم و شنیدیم و دیدیم اینطوریه که کسی که کاندید ریاست جمهوری میشه میاد از توانمندی ها و برنامه هاش میگه تا مردم رأی بدن و بیاد بالا. اما در سایه‌سار تدبیر عظما و صدقه سر ولایت آخوندی اینطوری شده که کاندیداها میان به جای صحبت از برنامه‌هاشون از بدبختی‌ها و بیچارگی‌هاشون میگن. داستانم فیلم هندی میکنن که من بدبختم، من فلک زدم، بیاین به من رأی بدین. نمونهش همین آیت الله قتل عام آبراهام دراکولا که روی بنرهای تبلیغاتیش زده من بچه یتیم هستم، طعم فقر رو چشیدم. حالا بگذریم از این که یه آخوند که این همه رو یتیم کرده و چنبره زده رو اموال آستان قدس چطوری میتونه طعم فقر رو چشیده باشه، اما روالی که پیش گرفته واسه جمع کردن رأی اینجوریه. آرگم نابینا کمک کنه، من یتیمم، به من فقیر رأی بدین، به من بدبخت فلک زده رأی بدین، آقا خانم به من رأی بدین، در راه خدا زن دارم، بچه دارم، پول ندارم، به جاش آستان قدس دارم، یه رأی بدین، کمک کنین، کمک کنین. کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم. چند سالی هست که مد شده کاندیداها قبل انتخابات یه رنگی رو به عنوان نمادشون انتخاب میکنن. کروبی زرد شد، موسوی سبز، روحانی بنفش. حالا امسال هم مطمئناً طبق روال کاندیداها تصمیم دارن رنگی منگی بشن و مردم رو رنگ کنن. هر کسی هم رنگش باید به شخصیت و سابقش بخوره. فلذا ما این رنگ ها رو پیشنهاد میکنیم. آیت الله قتل عام رئیسی قرمز جیگری بهش میخوره، یه چیزی تو مایه های مثلا قرمز یزید. قالیباف رو صورتی گلمنگلی کنن خب به نظرم خیلی بهش میاد. روحانی بنفش بود ولی خب دیگه طبق عملکرد این 4 سالش قهوه‌ای تیره بهش بیشتر میاد. هاشمی طبا که کلن رنگ نمیخواد، فعلا یه سطح تینر بگیره دستش تا ببینیم چی پیش میاد. به میرسلیم هم که مشکی متالیک میخوره، بدون خش، سالم، تا نخورده. فقط یه 2 جاش زدگی داره که اونم با هم کنار میایم. داداچ جهانگیری فعلا رنگ نکنه بهتره، اول بره صافکاری ان شاءالله بعدن. والا رنگ میکنم آی رنگ میکنم، رنگ میکنم آی رنگ میکنم. هم دور و دورنگه، هم خیلی زرنگه، هم دلش سنگه، هم با من بجنگه بجنگه بجنگه. از امام راحل پرسیدن ما بعد از شما دیگه کسی رو نداریم که بهش بخندیم. احمدی نژاد و قرضیرم که رد صلاحیت کردن، خب دیگه به کی بخندیم؟ فرمودن چرا نداریم؟ همین آقای میرسلیم. تریپ که برگرفته از دیلیپ کومار از هند، مدل ریشم که الهام گرفته از بز کوهی فلات شرقی. حالا اینا همه هیچی. دیده مردم ایران تحویلش نمیگیرن، مردم دنیا رو خطاب قرار داده و اولین کنفرانس مطبوعاتیش رو به جای درود به روح پرفتوح امام راحل و یاد مقام عظما با جملات فرانسوی شروع کرده و روحمونو شاد نموده. نکاتی هم من فکر میکنم که خوب است برای مردم دنیا مستقیما مطرح بکنم با استفاده از صحبتی که شما مطرح کردید به زبان فرانسه. Je tiens à saisir cette occasion et dès le début parler directement avec les peuples du monde. درود به قوه پرفتوح امام قهل. من خیلی بقایت مداق هستم و پیرو خط قهوه‌ایم، خیلیم با کلاسم، حقوز صبونه کق مقبا با نون بقبقی میخورم، به من قای بدین.
خلاصه نگران نباشین که سیرک انتخابات هیچ وقت خالی از سوژه نیست و پایه خندمون همیشه جوقه. ببخشید جوره. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. ما هی میخوایم از این مرد تنهای شب محمود احمدی نژاد چیزی نگیم، هی پا برهنه میپره وسط رادیو پیک. این رامتین هم یک کاره برداشته قبض برق آقا محمود آورده دست ما. ببینیم حالا چی نوشته. بسم تعالی از اداره برق منطقه نارمک تهران به منزل محمود احمدی نژاد. با احترام جناب آقای احمدی نژاد سلام. پیرو مکاتبات قبلی و با توجه به اینکه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدید و دیگه رئیس جمهور نخواهید شد، فلذا خواهشمندیم در ساعت اوج مصرف برق نسبت به خاموش کردن حاله نور خود اقدام نمایید. ضمناً هرچه سریعتر بدهی‌های قبلیتون هم پرداخت کنید و من الله توفیق، دستتون درد نکنه. پیشا پیش. اندرین تو از منم بردارین، اندرین تو از منم بردارین، ریشم ز دست آتش. به پایان آمد این قسمت. رادیو پیک همچنان باقی. به 100 رادیو پیک نشاید گفت شرح حال مشتاقی. آقا چی گفتم؟ آقا با تشکر از همگی، آقا جواد، مهران جان، روزبه عزیز، علی آقای گل، سارا خانوم، محمود، محمد رضا و بقیه همه دوستان که به این برنامه لطف دارن، خیلی ممنون. تا فردا شب، خدا نگهدار. ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله، راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله، بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست، تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقیست، یک قدم یک لحظه باقیست، هزاران بار ما را طریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاک